در سکوت شهرهای کوچک خانه‌های قدیمی قصه‌هایی برای گفتن دارند، قصه‌هایی که بعضی‌هایشان را ترجیح می‌دهی نشنوی. این داستان یکی از آن خانه هاست، داستان سپیده که پس از سالها به خانه پدری بازگشت و دوست قدیمیش پرنیا که در آن سوی خط تنها ناظر ترس‌های او بود. آنچه در ابتدا همچون یک ماجراجویی به نظر می رسید به کابوسی تبدیل شد که از دل همین صفحه موبایل ما بیرون خزید. به داستان ما گوش دهید، به داستانی که می تواند برای همه شما اتفاق بیفته. این چی پیدا کردم؟ آلبوم عکسای قدیمی مادر بزرگم توی قفسه بود. ممنون که به دیدنم اومدی پرنیا جان. یادت قول داده بودی قبل از رفتن اون عروسکم رو که تو زیر زمین قایم کرده بودی پس بدهی؟ پیام آخر خوانده می شود. پرنیا که در تهران در اتاقش نشسته رنگ از رخساره می برد. این یک راز مطلق بین او و پدر بزرگ سپیده بوده است، رازی که هیچ کس دیگر حتی خود سپیده از آن ما خبر نبوده است.